کمک دریافت کردیم. پری روز رفتیم دمجید 19,020 روپی آوان 19,820 افغانی پندانه کمبل امور گرفته به خانه آوردم. ریزه من که دختر کلانم ریزه شو ریزه مصرف خمکدوزی استن. امجی خمکدوزی هم چیزی متاسفانه به دست نمیاریم دیگه که اینجی جغوری ترسانیه مرد که من روزنکاری نه تر کاروبار سیینیه همیشه وقت بیکار بود. یگان روزی مرم روز مزدی 100 روپا 200 روپا گیرم میارم قدی اولادای خوب خرجی اولادای دیگه. خودم هم 2 سال میشه که بیکار هستم، کاروباری ندارم دیگه. از دکانم خیلی قرضدار هستم دیگه. این پری روز که محسب پین تشکر از که برای ما کمک کرد. ما نماینده داریم بازی برای ما اول داد که کمک بیایش تو تذکره گرفته بیارده. باز تذکره گرفته رفتم اونجا ثبت نام کرد. پس دیگه آمدیم سفره رنگین گرفتیم. بر حقش خیلی دعا کرد. یک مقدارش خیلی قرضدار بودم. تصمیم دارم که بارونا بدیم که یک مقدارش برای خانه خرج و مثلا روغن و نمک و لوبیا و چیزا گرفته بیاره. قیمتش برای اولادای خوب جوراب و کلوش و خوب ساده بگیم دیگه. کلوش و کورتی و چیزا بخوام که سرش خیلی زیاد دادم. خیلی کساسی که نان شوق نداره.